سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم حال شما سلامت و خوشی باشه. این ما کل چیزا را تیار کردیم بلایش ما که سالگریم است. امشب شب یلداست و کینیون تولد یاد کردیم، کلش نوش جانیم. قسمی که شما میفهمید امشب شب یلداست، میمان میجی ما کاکا چی بابه نی امشب شب یلداست بگو تو فلانیست. سلام دوستای عزیز، قسمی که شما میبینید شب یلداست میمان میجی ما کی هست؟ فلانی. سلام علیکم. امروز شب یلداست ما کل چیزا مانده کینو ها میمان ویژه ما بابیم است. اما تو ضعیف دارد؟ سپان جان چی آماده کردین امشب؟ شب چی هست؟ شب یلداست پاپلک چی آوردیم؟ میمانتان کی است؟ میمان ما بابیم است. خواهی دعوتش کو که بیاید پیشتان دیگه خدا معرفی کنه. بیا بیا خنده نکنی. سلام معرفی کو که بابی. سلام سپان جان خوب هستی؟ سلام غزل جان خوب هستی؟ جور هستی؟ چی حال داری؟ صحتان خوب است؟ سلام با تمام بینندگان که ما را در تلویزیون میبینند، در خارج هستند، در داخل هستند. یک سلام جداگانه تقدیم به تمامشان. دیگه امشب شب یلداست که سپان جان قند هر وقت الجان ما را دعوت کردن. دیگه مسابقه که بود اینمی رقم رسم و رواج بود و مردم جمع شد و قوم خیش دوستا هر کس برابر قدرت توان خود هر چیز می آورد میشستن تا نصف شب. بیادر این خنده بود و قصه بود و مذاق بود و شعر بود و فکایی بود و دیگه دلا جمع بود. دیگه اینمی گپا بود. مسابقه چی رکم چی میکردن؟ تو هر چیز جمع میکردن. مسابقه جان بابش در زمستان که بود مردم کس توت می آورد، کس چهارمغز می آورد، کس مثلا میوه خشک می آورد، هر چی که قدرت توانش بود تمام جان بابش می آوردن و میشستن با هم میل میکردن، نوش جان میکردن، میخوردن. دیگه چیز لازم لغاش بود. بیا جان بابش که اینجا بشینیم برات قصه کنم. دیگه بشین. ما کجا بشینم؟ بشین این طرف بشین، این طرف بشین. بشین نزدیک بشین. سابق که بود جان بابش دیگه که بود وقدر سهولت نبود، برق نبود، تلکین بود، صندلی بود. دیگه مردم بیادر فهمیدیم کم تو مثلا هر چی برابر قدرت توان خود داشتن می آوردن یا مثلا میدن که خانه یک دوستشان یک زرقصادشان خوب بود اوجا می رفتن باز میشستن و شبا مثلا شب یلدا را اونجا تجلیل میکردن و هر چی که می بود بسیار با فضای آزاد تمت خوش و خندان سپری میکردن. دیگه برق نبود، صندلی بود، اینی رقم چیز بود دیگه. وقدر سهولت نبود که حال سهولت است، آرامی است و چیز سابق نبود جان بابش. اشتکام باز چی؟ قصه را گوش میکردن؟ سپان جان قند باز سابق که بود تفلک ها می آمدن نمیجه که پدر خود یا مشتن در یک خانه با سیاسرها در یک خانه مشتن تحلیل میکردن. دیگه تفلک ها بیادر خوش می بودن و میدیدن که مثلا میوه است و هر چیز است و بسیار هم خوش و خندان و چیز میکردن. باز رو میوه و یار برای تفلک ها میدادن و هم میخوردن و پدراشان هم میخورد و در او خانه مادراشان میخورد. به می قسم جان بابش تجلیل میکردن و همو شب یلدا را سپری میکردن به خوشی و خندان. چرا شب یلدا میگن؟ جان بابای سپان جان قند شب یلدا به خاطر ازی میگن که امشب شب بسیار همی طولانترین شب است که درازترین شب است. به او خاطر دیگه سابق که بود برفا میشد، زمستان بود تو برف میشد که بسیار برفای زیاد بود و خنکا بود و بیادر دیگه شب یلدا شب بسیار دراز بود و طولانی بود. باز این مردم میششت و بیادر فهمیدی دیگه این میوه بود و بیادر هر کس برابرم قدرت توان خود هر چی که داشت می آورد و می خوردن و
برفاکی بود و مششتن خنده بود و مذاق بود و فکایی بود و شعر میگفتن و قصه میکردن. قصه سابقه را بابا پدر کلانای ما که میکرد میگفت که تو برف میزد این رقم بود و بسیار بارندگی بود و دیگه بود. دیال خود این سالا نه برف است نه باران است، خوشسالی است، هیچ چیز نه جان بابا ان شاء الله خود دیگه رقم بخیر سال تغییر کرده. تو بشی همیشه بشی تو بابا جان قضا چی سوال میکردن؟ اطلاقا قصه کای فهمیدی با طفلا قصه کای بیادر فهمیدی کارتونی کار میکردن. قصه بزرگ چینی بود سابق، قصه بزرگ چینی را میکردن، قصه نگه نیم چیزا را میکردن. مقصد ساعت میگفت طفلا تیر شوه، هر کس برابر هم قدرت توان خود هر چی که یادش میکردن. قصه وحشتناک به خاطر از نمیکردن جان بویش که میگه باش طفلکا نترسن، باز شب مثلا دخوشان نباید به این خاطر باز قصه وحشتناک نمیکردن، قصه کمدی میکردن، قصه خنده‌آور میکردن. به او خاطر فهمیدی دیگه این قصه کار میکردن جان بویش. بابا جی دیگه چی شد باز؟ دیگه این شب یلدا باشیم، شب درازترین شب از دیگه فهمیدی دیگه نمی سابق بود، برف بود، باران بود، نمی چیزا بود، مردم میوه می آورد، دالا می آورد. بابا دیگه جان بابا امروز کارتونی یا چیزا خنده‌دار بود باشه که نمیمونن، هیچ وجود نداره. وحشتناک نمیمونن به خاطر از اینکه طفلکا نترسن، به خاطر از اینکه مثلا شب دخو میکنن، خو کنن باز نترسن بخو خود. به او خاطر بازی کارتونی یکای قصه جالب میکردن، قصه خنده‌آور میکردن، قصه اسبک چوبی را میکردن، قصه بزک چینی را میکردن. این قصه کار میکردن. وقتی که شب اردا بود امروز برف و باران میشه. در شب یلدا بچیم فهمیدی سابق که بود برف میشد، باران میشد و برف میزد که بسیار زیاد 3 متر 4 متر برف بود. اگر گذکا خطرناک بزکا بخوره هیچ وجود نداره بزکا بخوره. دیگه قصه بزک چینی را برای باز طفلکا میکردن. بله طفلکای وحشتناک میترسن. در تلویزیون شون وحشتناک بود، کارتونی بود، او را هیچ وجود نداره حیوان وحشی. بابا جان دیگه شب اردا چی گفته؟ شب یلدا باشیم که از فهمیدی گفتم این درازترین شب از سابق که بود. یک تلویزیون بود به نام تلویزیون ملی که او را فهمیدی پنجشنبه دیگه پنجشنبه فیلم ایمان دیگه اینقدر چینلای که سابق بود مثل کالاش سهولت نبود. یک تلویزیون به نام تلویزیون ملی و نمور کلگی سیل میکرد میدید دیگه. کارتونی هم دمو میمان، فیلم هم دمو میمان، هر چیز دمو بود، خبر هم دمو بود دیگه. تو چینل نبود که حالا 20-25 چینل هست، 30 چینل هست. بله گوسپنده که تلا مادر میگه با گرگ که تو تق تق واس نکنین. میگه واس نکنی که گرگ میخوری تانه. میخورن بنگک کلوره سنگک. باز مادرشون میگه من مادر دستم میگه تو گرگی. تو گرگ هستی، من دروازه رو باز نمیکنم، مادرم نیستی مرا میخوری. راست میگه. خودش شب یلدا بود. شب یلدا خب بابین میفهمم. شب یلدا امروز برف میباره، برف خلاص میشه، باران میباره کتش. جانم بابیش قصه کن. یک لب دندانای چه تیز که شاخانشون تیز کته شیر کته خاکا کته شیر کرد تو کته خاک نکرد. گرگ باز آمد چی با شاخه خواهد تیز کرد. انگل چی خاک آورد. گرگ آمد انگل که دید گرگ آمد فهمید دندانای خود کشید، دندانای پخته‌ای شد. انگل بنگل کرد. خب عطل جان براتون قصه میکنم، اگه یکم جاش فراموش کردم دیگه باز ببخشید مرا. دیگه انگک و بانگک و خمیر ترشک و نولپوتک یا کلش فهمیدی شکا بودن. مادر از یاره بیرو فهمیدی گفت شما دروازه رو بر کس واز نکنه که گرگ نباید نخوره تانه. این که در دروازه ترقه زد انگک رفت دروازه رو واز کرد. که این واز کرد کلش چا از یاره خورد که نولپوتک در نولپوت شد. در نولپوت شد مادرش که آمد فهمیدی گفت که چه شد دیگه اولادا چه شد، انگک چه شد، بنگک چه شد که کل سنگک چه شد.
خمیر ترشک پرسان کرد. خمیر ترشک گفت که مادر کل از را گرگ خورد. رفت با جان گرگ فهمید گفت خدمه تو جنگ است که تو چه خوردی نمیمان بشه. بازی رفت پیش باز رفت پیش بیادر فهمیدی پیش آینگر شاخهای خود تیز کرد. گفت شاخهای ما تیز که بیادر فهمیدی ما جنگ دارم دیگه. این گرگ رفت دندانای خود کشید، دندانای پخته ایشان. این که دندانای پخته ایشان فهمیدی که گرگ که دان انداخت سر از این خود دندانای خود کشیده بود. این بزک خورده نتواند بود، شاخهای خود تیز کرده بود که دمی دل زد. دلش بیادر فهمیدی غار کرد، انگک و بنگک و کل سگک کلشان گرفت. پس گرفتش بیادر اولادای خود از شکم کشید. دینی بود قصه انگک و بنگک جانب آویش. خلاص شد. باز دیگه چی شد؟ خب دیگه قصه جالب بود. قصه انگک بنگک خلاص شد دیگه. تشکر که در یوتیوب ما شرکت کردی، قصه خوبش کردی. که دوستام کارش میبینن. اگر یک چیز یاد داری به دوستا بگو. تشکر سبحان جان از برنامه تان، ممنون. دیگه چیزی گفتنی ندارم. فضل خدا به مملکت ما شکر. اهمیت است خداوند یک ذره کارزانی را بیاره، یک ذره کار پیدا شود، مردم در کار شوند، این بیکاری از بین بره. دیگه خداوند خودش یک رحم روشنی کنه. جان بابایش دیگه کدام گفتنی ندارم. تشکر از برنامه تان. بسیار یک برنامه خوش، بسیار یک برنامه جالب و دیدنی بود. تشکر سبحان قلب. خداحافظ دوستان. بابا من به هر چیز ما خدمت کرد. تشکرم از بابا جانم. کل چیزا خوانده ما، کل دوستانه که بزرگ چیزی نخواند دیگه. نه چپ امشب بابا ما در یوتیوب ما شرکت کرد. امیدوار هستم خوب و سلامت باشن بیننده های ما. خدا. دوستای عزیز چند گره که ما را سابسکرایب کنن، لایک کنن. یک دو سه چینل که ما را سابسکرایب کنن دیگه لایک کنن. سلام دوستای عزیز، چینل که ما را سابسکرایب کنن دیگه چی پره خیلی بنا. بیننده های عزیز چینل که ما را سابسکرایب کنن، لایک. ای بود شب یلدا ما تا برنامه ما. خداحافظ. ای امشب شب یلدا بود تا برنامه ما. خداحافظ. امشب شب یلدا بود تو برنامه بعدی. خداحافظ. امشب شب یلدا بود تو برنامه بعدی. خداحافظ. تو پس امشب شب یلدا بود با برنامه بعدی. خداحافظ. امشب شب یلدا مبارک. شب یلدا مبارک. یک شب مبارک.